یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روزی تو روستا یک تا گوسفند بود ولی تنبل بود. یه روزی یک تا مورچه پیشش آمد. گفته بود آقا گوسفند یکم ورزش کن. ولی اون گوسفند ندیدش چون که مورچه خیلی کوچولو بود. حواسش نبود، لغتش کرد. یه روز دیگه یک تا ملخ پیشش آمد. این مورچه عینک‌هایش پوشیده بود؟ ولی اون گوسفنده هنوز همون رو ندید. نمیشنید دیگه صداشو. ملخ گفت واسه دیگه چقدر چاق شدی. اصلا من لغت شدم تو شکمت. اون حواسش نبود. دوباره ملخ یه بار دیگه ملخ رو لغت کرد. یه روز دیگه یک تا گوسفند ورزشکار آمد. بعدش گفت چرا ورزش نمی کنی؟ ولی گفت من خود نمیدونم چطوری به خودم ملخ بیارم. اصلا هیچ کار نمی کنم. گوسفنده گفت باش. یه روز دیگه گوسفند تنبل خیلی گشنش شده بود. اصلا آبم میخواست. گفت اشکالی نداره، کمی راه میرم. راه رفت. خستش شد. گرمی کرد. هوا هم خیلی گرم بود. بعدش یک تا گوسفند آمد. همون گوسفند ورزشکار. گفت آفرین که یکم هم راه رفتی. یکم دیگه هم راه برو تا به آب برسی. اونجاست آبا. میرفت. دوباره خسته شد. نشست. همینطور میرفت خسته میشد. دیگه رسید به آبا. آبا خیلی تمیز بود. پیشش هم علفا بود. خیلی منظم بود اونجا. اون آبا رو خورد. بعدش رفت علف خورد. کمی انرژی گرفت. بعدش رفت تصمیم گرفت یه کمی ورزش کنه. ورزش میکرد. یه روزی دیگه مورچه دوباره آمد. به گوسفند گفت گوسفند صدامو میشنوی؟ گوسفند گفت بله که میشنوم. چه عجب. مورچه گفت اون وقتا که گفتم منو نشنیدی، منو لغت کردی، پجوام کردی. حالا امروز منو شنیدی. گوسفند گفت چون که امروز کمی ورزش کردم، اون وقت از بس که گشنه بودم هیچی هم نمیشنیدم، حتی نمیدیدم، خوابم برده بود. بعدش مورچه گفت باش. باز ملخه آمد. گفت آقا گوسفند منو میشنوی؟ گفت بله. گوسفند ملخه هم همون حرف مثل مورچه گفت. بعدش گفته بود چقدر مهمه که آدم ورزش بکنه، غذا بخوره، آب بخوره.
یه روز دیگه یک تا خرس رو دید که مثل خودش همینطور مثل اولا بود، ولی از بس که ازش میترسید نمیخواست براش چیزی بگه، ولی گفت مورچه هم از گوسفندا میترسن، ولی میخواست که منو بفهمونه. بازم به من گفت. بعدش رفت به آقا خرسه گفت آقا خرسه برو به خودت آب بگیر که بخوری، غذا بگیر. اون گوسفنده نمیفهمید که از خرسا غذاشون چیه. بعدش آقا خرسه گفت من وقتشو ندارم. خوب شد که گوسفنده رو لغت نکرد. بعدش اون آقا خرسه گفت من وقت ندارم. اون آقا گوسفنده گفت باشه. رفت براش یک تا برگ بزرگ آورد که مثل کاسه بود، خودش درست کرده بود. بعدش رفت تو داخلش آب پر کرد. رفت پیش خرسه گفت ایناش، این هم آبت، ولی من نمیدونم غذا چیه. تا آبو بخور که انرژی داشته باشی که بری به خودت غذا پیدا کنی. بعدش مورچه و ملخه به گوسفند گفتن چه عجب، اول ما به تو درس میداریم، حالا تو به آقا خرسه درس میدی. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. تو این قصه دیدیم که ما باید همیشه آب بخوریم، غذا بخوریم، حلوله کم بخوریم و هم ورزش بکنیم. تو تایم خواب ما بخوابیم.